به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه که امروز تقدیمتان می نمایم رحمانوف خلق را خر کرده زین زده است. البته این برنامه زیر روبریک نامه مرا علاهده نشر کنید شماره 16 است که تقدیمتان می گردد. برادر التماس هر وقت افیر میکنید درباره ناحیه دوستی بگویید که برای این 2 ساعت سویتی در سودکه میدادهشان در 1 ماه باز شرم ناکرده 400 سامانی طلب کرده ایستادند. در اینجا بیگ مراد سلطان همه را ظلم کرده ایستاده است. بله، اکنون آغازی برنامه. خیلی در غضب هستم، نخواد در 1 شبانه روز 3 ساعت برق دهی. اسلام که نداری معلوم، اقلا مثل بچه آدم انصاف و رحم هم نداری. آخر این چی روزی سیاه است؟ خودت که سالها در وظیفه گفتی طاقت کنید، روزهای بعد را پشت سر کردیم، این روزها هم میگذرد، طاقت کردیم. دخترت را آوردی باز همین گپ ها را تکرار کردی، بچه‌ت را آوردی باز هم همین وعده ها را دادی و از گپی خشک و خالی دامن مردم را پوری 4 مغزی پوچک کرده ایستاده و باز هم ادامه داری. مردم تاجیک تمام کرد، چیزش نماند. طاقت و تحمل مثل کوه هم که بود با این طرز کاربری تو تمام شد. در چنین وضع حال صبر ایوبی هم بود، داشت داده نمیتواند. اگر مردم فیل هم بود، اگر مردم کوه هم بود، با خدا تمام کرد. فیل هم تاب نمی آرد و کوه هم کاه می شود. 3 ساعت در تمام شبانه روز. این نهایت تخت و تاز مردم است دیگر. این خر کردن مردم، زین زدن مردم است. خلق را خر کرده سوار شدن است. مردم از تو چیزی را طلب نمی کند که نبوده باشد. سویت هست اما نمیدهی، میفروشی آن را. این نان و نمک مردم عاقبت تو را کور میکند، میزند. 1 بار بیندیش که کی بودی و کی شدی، چی داشتی و حاضر چی ها داری. مگر کم است؟ میگوی که شکرانه کنیم، خوب شکرانه کردیم که چون این سرور عاقل و خیرت سالار داریم. بعد چی؟ صاحب سویت میشیم؟ در کجای تو؟ در کجای دولتداری تو؟ در کدام سمت و ساحه کار تو شکرانه باید کرد؟ هر روز مردم برای تو نفرین و لعنت میفرستند. هر روز تکرار با تکرار لعنت و نفرت میکنند تو را، اما گویا که نمیفهمیده و نمیدانسته باشی. از همه چیز با خبری. برادر محمد اقبال، من اینجا چند گفتنی دارم و میخواهم که شما این نوشته مرا در گوشه نامه مرا علاهده نشر کنه جای دهید. حرف من در باره نبود یا نرسایی قوه برق سویت است. آیا در حقیقت ما برق نداریم؟ آیا در حقیقت مشکلی نبود یا نارسایی قوه برق دفیسیت واقعی است؟ یک چیز را به حساب بگیرید. شمار ایستگاه های تولید نیروی برق گس در کشور چقدر زیاد شد؟ البته که زیاد شدند. اکنون که زیاد شدند طبیعی است که حجم تولید قوه برق هم در مقایسه با سالهای پیشینه می افزاید. سنگ توده 1، سنگ توده 2، ورزاب گس، نورک و قیراخم نوسازی و از توان قبلیشان بیشتر استحصال میکنند. یعنی ظرفیت و توان تولید نیروی برق در قیاس با سالهای قبل در تاجیکستان به مراتب افزوده است. اکنون چیزی دیگر را به حساب بگیرید. آیا کدام کارخانه عظیم صنعتی که وابسته قوه برق باشد، مثلا به مثل تلکا یا یخدان پامیر، در این دوره ساخته نشده است؟ برعکس همین تلکا مثل سالهای قبل کار نمی کند. تلکا از 9 اگریگات نارک 7 آن را استعمال میکرد. نیروگاه نارک را برای تولید آلومینی زواد ساخته بودند. زواد یخدان معروف و مشهور دوشنبه پامیر تماما نیست و نابود گردید. باز این را هم به حساب بگیریم چقدر زوادهای خرد و میانه که با نیروی برق کار میکردند. مثلا زوادهای کارکردی پخته، تولید شراب، این زواد کنسرو و براری، زوادهای کارکرد تماکو، کمبینت‌های کلان مثل نوری‌های ازات وحش، زواد کیمیایی یاوان، کارگاه کیمیاوی اسفره، کارخانه گیدرامتالورژی اسفره، فابریکه تریکاتاژ اوراتپا،
فابریکه تریکاتاژ گلستان دوشنبه، دهها زواد آرد، ملک کمبینات های اطلس دوشنبه و خوجند، کمبینات تولید قالین های خیراقم، کلانترین کارخانه قالب براری سسسر، تکستیل کمبینات، زواد تاجیک گیدرا اگریگات، زواد ارماتوری به نام آرژینکیدزه، تاجیک ماش، تاجیک تکستیل ماش، فابریکه جوراب براری چولوچکا، نفیسه، زواد فانان، تاجیک سمنت، ژبکه دوشنبه، کمبیناتی معدنی گاکی عینی، واستا کردمت، کمبیناتی چکالوسک، زواد پای افزال خوجند، زواد کارکردی پوست، کاش زواد، کمبینات های گوشت، روغن، شیر، پیوزواد، فابریکه های تولید مبل، صابونپزی، کارگاه تولید خیشت، دوزندگی ها، خلب زواد ها، کارگاه های طبع و نشر، افتارم زواد، تکستیل مش، تارگ مش و غیره ها شب و روز با قوای برق جمهوری کار میکردند. حالا 90% این کارخانه ها تماما وجود ندارند، چه رسد که با استفاده نیروی برق و نارسایی نیروی برق و اهالی سبب شده باشند. بله بیننده گرامی، مثلا زواد یخدان دوشنبه به 22 مملکت دنیا صادرات میکرد و یا تارکمش دوشنبه به ولادیواستوک، سیواستوپول، لنینگراد، سیورمورسک و تا دیکسون محصولات دسترس میکرد. تارکمش تنها کارخانه در حدود سسسر بود که الکترا پلیته های برای مؤسسه های خوراک عمومی ابشستینی پیتانیا از جمله برای کشتی های فلات حربی بحری سسسر صادر میکرد و در این کارگاه 3000 نفر کار میکرد. بنابر داده های اینترنتی در اواخر سالهای 80 بیش از 400 مؤسسه صنعتی در جمهوری تاجیکستان فعالانه فعالیت میکرد. در میانه های سالهای 70 تا 1988 محصولات کشاورزی 2.6 میلیارد سوم ولی تولیدات صنعتی بیشتر از 7 میلیارد سوم را تشکیل میداد. حصه اساسی این تولیدات با تدست تلکای امروزه، گاک های کمبینات های تکستیل، کمبینات های نفت و کیمیایی، کارخانه تولید یخدان مربوط بوده است. واقعا این دهشت است، همه این را از دست دادیم. تنها در دوشنبه کمبینات شاهی بافی، تکستیل کمبینات تاجیک اطلس، زواد یخدان، فابریکه تماکو، کارخانه پای افزال و جوراب براری که 10,000 کار میکردند نیست و نابود کرده شدند. مثلا کمبینات شاهی با نام کروپسکایا در سال 1990 15 میلیون و 230 هزار متر متاع اطلس کرپدشین لست در عموم 12 نمود استحصال داشت و در آن 5000 نفر کار میکرد. تولیدات صنعتی تاجیکستان 50 دولت دنیا صادر کرده می شده است. همه اینها برق استفاده می کردند که حالا نیستند. این چند کارگاه کوچک که حالا عمل میکنند چنین آنها استعمال و استفاده قوای برق نمی کنند. پس سوال پیش می آید که وقتی استعمال از استحصال چند برابر کم شده است، چرا به اهالی برق داده نمی شود؟ چرا نیروی برق نمی رسد؟ امام علی رحمانوف می گوید اهالی 2 برابر زیاد شد. کاندیسنر نبود، کاندیسنر داریم. خانه ها یخدان دارند، کارخانه های صنعتی زیاد شد. این گپ ها گول زدن و فریب کردن مردم است. آخر کدام کارخانه؟ صفت فرما، آزاده کمیکال، غیور سمنت، سیوما، امیری، این کارگاه هیچ کدام حتی 500 کارگر ندارند. رحمانوف یک اگریگات نارک خوب بگذار 2 و بگذار 3 اگریگات نارک برای تأمینات آنها مصرف شود. اما این بهانه تا به این حد لیمیتی شدید جاری کردن نباید شود. آخر رحمانوف بهانه لیمیت را در کم شدن آب حوض نارک وابسته می کند. این بهانه است که دیگر دائمی شده است. ولی ما حق داریم بپرسیم که اگر کم شده باشد چرا صادرات قوای برق زیاد ولی برای مردم کم می شود؟ طبق اطلاع آژانسی آمار تا همین امسال ماه تا ماه دیگر مخصوصا در تیر ماه و زمستان حجم صادرات به خارج زیاد می شود. حجم صادرات از حساب سخت‌تر کردن رژیم تقسیمات برق می شود، نه چیزی دیگر. آخر امسال حتی در ماه تابستان نواحی زیاد کشور برق نداشتند. شرم ناکرده وزیر انرژتیکا گرمی زیاد را دلیل آورد که ترانسفورماتورها را آب شدند. آخر این روزی سیاه است.
زمستان آب کم، تابستان گرمی زیاد. ما چیکار کنیم دیگر؟ باید زندگانی نکنیم که چون این وطن 4 فصل داریم. یک چیز دیگر را گفتنیم، مردم برای 2 سال ذخیره کنید گفته گوش و مغزشان را سال هاست خورده ایستاده است. حاضر تیرما هست، تابستان است، ارزان است، ذخیره کنید. عجب ما به در تو تلبیدن نرفتیم آخر، اما تو هر روز تلبیدن می آیی به در ما بالا با پسد. ولی چرا خودت در تابستان در حوض نارک آب را ذخیره نمیکنی؟ چرا زیادتر ذخیره نمیکنی؟ های ابله، امسال از ماه سپتامبر سوئد را کشتی، مگر در سپتامبر هم حوض نارک پر نشده بود؟ چرا دروغ میگویی؟ این هم در حالی که امسال گرم آمد، یخها زیاد آب شدند. همون پیریخایی که فقط دستی امیر قطر میقپی پیریخ میگوی، در ملل متحد میبرای پیریخ میگوی، هر کجا که میره میشینی پیریخ میگم، پیریخ آب شدن آخر. پس این آب کجا رفت؟ چرا در حوض جمع نآوردی؟ در سال 2018 گفتی افسانه میشود به برخی، 8 سال گذشت باز گفتی که سال 2027 خلاص میشویم. اما باور کس به این کار بردی تو و دولت داریت نمی آید که این معماها حل شوند. افزایش شمار اهالی را بهانه پیش می آورند که کس را قانع نمی کند. افزایش اهالی نه به آن حجمی که بتواند 7 اگریگات نارک را استعمال کند. باور کن رحمانوف، دروغ میگوی. این رحمانوف یک میده انصاف و رحم و شفقت انسانی در برش نیست. وای به ملت و مردم تماما دلش نمی سوزد. به خدا کودکای میده را میبینی وقت سوید میمورد چقدر زیق میشوند، دلت آب میشود. نه برای من میرود ویکرو چتر را چند بار بالا و پایین میکند، میگوید سوید نیست بابا، امام علی کشت. لمپه درگیرد آنچنان خرسند میشود که هیچ نگفتنی میدوند سمت تلویزیون. من حیران هستم که رحمانوف باز درباره اسکوستوینی اینتلکت یا هوش مصنوعی گپ میزند. هوش مصنوعی به سوید چی معنا دارد؟ های ابله، باز در کجا اسکوستوینی اینتلکت میگوید؟ در منبر سازمان ملل متحد. ای وای بر ما. همچون وسیله اساسی استفاده بی خطر و عادلانه ذهن صنعی در منطقه ما خدمت خواهد کرد. در این زمینه تأسیس مرکز منطقوی ذهن صنعی را در شهر دوشنبه صلاح کار می‌شمارم. این مرکز بی‌شبهه می‌تواند بر راه‌اندازی تشبث و لایحه‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی در سمت ذهن صنعی مساعدت نماید. قابل ذکر است که همزمان با مکمل گردیدن تکنولوژی‌های رقمی، تهدیدهای نوی امنیتی بخصوص جنایت‌های کیبری نیز می‌افزایند. همان پول را که برای صادرات برق از خارج میگیرد حلق تاجیک داده ایستاده است. برعکس حاضر بهای قوه برق را به مردم نظر به صادرات گرانتر کرد. 1 کیلووات ساعت قوه برق برای یک سرتراش، یک موزه‌دوز، یک گوشت فروش، مغازه، رستوران و امثال این، مثلا مسجد 10 سنت یا 92 درم است. در کجا و با کی کیلووات ساعت برق 10 سنت فروخته می شود؟ یعنی صادر می کند، نه به افغانستان نه به کشور دیگر. یعنی از مردم این قدر زیاد پول می گیرد. این را باید گویم که اما اگرچه هیچ کارگاه کلانه باشد نساخته است، ولی هر کدام از اعضای این عائله خودشان یک اگریگات را سوخته ایستاده اند. برای تخمینه و فرزانه سنگ توده 2 کمی کرده ایستاده است. تاجیکستان را بخش و قسمت نموده به دخترها و دامادهای رسمی و غیر رسمی. عزیز مای گزت خانک، حسن اسدالله و زایر مندق، شمس الله فراز و کامل میرزا علی و اسمت دولیک ها تقسیم کرده داده ای. حاج رحمت الله و محب نامرد باشم و زنده باشم، امان الله و امیر الله دیگر و دیگرش از کراسنی لینیا سوئد دارند. اینها میلیون ها کیلووات را می‌دزدند و می‌سوزند. به یک تین زمستان فرمه هایشان سوئد دارد، حتی خلاپونکوت هایشان سوئد دارد، آغیل و اسب خانه هایشان سوئد دارد، اما مکتب و باغچه و بیمارخانه های مردم زایشگاه هایشان سوئد ندارد. اداره جماعت سوئد ندارد، مسجد سوئد ندارد. تو کفیل رعایت حقوق مردم هستی رحمانوف، اما حقوق عادی و طبیعی مردم را پایمال کرده ایستاده ای. مثل که تو در یک عالم دیگر زندگی داری. نمیبینی که حتی دوشنبه تاریکستان است؟ حالا تو چیتر پیشوایی؟ تو پیشوای مردم نیستی، تو پیشوای عائله و اولاد و 3-4
خاک زن و چاپلوسی بی وجدان هستی. اگر تو وجدان داشته باشی در همین زمستان اجازت میدهی خانه های مردم را کدام یک دامساز شپک کند؟ کجا روند مردم اخیر؟ سوئد را سال به سال وزنین کرده ایستاده ای. سال گذشته نظر به امسال بهتر، سال پیش از گذشته نظر به سال گذشته بهتر بود. تو مردم را بره و گوسفند بوز حساب کرده ایستاده ای. تو مردم را خر حساب کرده ایستاده ای. دنیا برای راحت و سبکی و آسانی تلاش دارد، تو باشی برعکس طور کرده ایستاده ای که بعد به بدتر تبدیل شود. تو نتوانسته ایستاده ای. خودت داوطلبانه کرسی را خالی کن رحمانوف. خودت میگوی کو نتونی کرسی را خالی کن. تو نتونسته ایستاده ای، کرسی را خالی کن مردگوری آخر. من راستی خیلی اندیشه میکنم که ناموس و شرف ملی و دینی ما کجا شد؟ ما دیوس اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شدیم، اکنون دیوس دینی سال هاست که شامل آنیم. ما را مجبور میکنند، راه را اسفالت میکنیم. ما را مجبور میکنند برای حزب خلقی دموکراتی بنا میسازیم. ما را مجبور میکنند این و آن سازیم و وطن آباد کنیم. این ظلم در دوره امیران منقیطی حتی نبود. این از منقیط ها هم گذراند. آب گرم نمیابی که غسل کنی، طهارت کنی. تمام انگشت تاجیکستان به دست این عائله، از غرم و اصفره و مسشاه عینی و پنجکند کانها را این عائله تا اسماعیل پینگوین گرفتند. موسفید مسشاهی حتی 2 قابچه با خرش بار کرده خانهش برده نمیتواند. فراز گرفتگی این چه روزی سیاه است آخر؟ اس یتیموف، ای جکی چند، ای سنبول آقا، ای قفلانبای شرمنده نامش را باز قفلانبای دیگر کرده است. رجببای بود رجب شده است، از پیروی قفلانبای گرفته است. خب دیگر قفلانبای نو قفلانکا میشوی، رجبکا قفلانکا. شما به این پیری ابله احمق ظالم یک بار بگوید که به حد ناانصافی، بیرحمی و جبر به مردم شده ایستاده است آخر. ما باید تردید و شبهه نداشته باشیم که نیروی برق را فروخته ایستاده است. امسال به طالبان از ترس کون خودش چندین برابر صادرات را زیاد کرد و حالا به سرخندریای ازبکستان هم فروخته ایستاده است. کمشوی آب حوض نارک دروغ است. برق تاجیکستان به خلق تاجیکستان میرسد اگر که رحمانوف نفروشد. بیننده عزیز گرامی، به یگان شک و شبهه قوه برق به خارجه، به خصوص به امارت اسلامی افغانستان فروخته می شود. رحمانوف تا پای جان از طالبان در ترس و هراس است. برای همین می خواهد آنها را خرد و دلشان را به دست آورد. گویا سوئد را پاره و رشوه داده ایستاده است. طبق خبرها که از مناطق گوناگون کشور به اصلاح می رسند، بعد از آن که لیمیت سوئد را تا 2 ساعت پایین آورد، برای جلوگیری از بی‌ضابطه شوی و وقوع هر گونه واکنش احتمالی مردم، بریگادهای تشویقاتی با شرکت پروکورور، میلیسا و امنیت تشکیل کرده در تمام مناطق کشور با مردم ملاقات برگزار کرده ایستاده است. مسئله و موضوع اساسی همین کاهش بی‌سابقه قوه برق است. در بعض محله ها و مناطق حتی نشلنیکی میلیسا و پروکورور با مردم درشت و دغل گپ زده و تهدید هم کردند که اگر پیشوا تماما سوئد هم ندهد خاموش باشید، یگان گپ ناجا و بیکاره نزنید. ببینید تهدید را. این همه فریاد و درد یک انسان نیست. این صدای همه ملت و خانواده هایی است که شبها را در تاریکی و زمستان ها را در بیبرخی می گذرانند، اما از دهان و منبرهای حکومت فقط رشد داخل ناخنک، پیشرفت داخل ناخنک و آبادانی می شنوند. اگر نیروی برق به ساکنان کشور داده نشود بلکه به خارج کشور فروخته شود، بدون شبهه این سرکوب شدن است. پس این نه دولت داری بلکه تجارت سرنوشتی ملت است. ما از هیچ کس چیزی غیر امکان نمیپرسیم. برخی که با مبلغ امروز و دیروز و فردای همین مردم ساخته شده است. حق طبیعی همین مردم است. مگر چنین نیست که کودک تاجیک با نام پیشوا شعر و سرود تلقین شود، اما شبانه از سردی و تاریکی کودک می لرزد؟ مگر درست نیست که برای فرمه های عائله و خسرهای منصبداران شب و روز سوئد باشد؟ گاوی حاج امیر و خری نمیدونم رستم و اسبش برق داشته باشد، اما برای بیمارخانه و مکتب و خانه مردم و زایشگاه عادی لیمیتی تحقیرآمیز جاری گردد؟ این مگر تحقیر نیست؟
اگر امروز ساکنان ناحیه‌های دوردست مثل ناحیه دوستی و دیگر نواحی که جرأت پیدا کرده درد خود را می نویسند و به گوش جامعه می رسانند، معنایش آن است که صبر به پایان رسیده است. قدرتی که از شأن و شرف و حیات مردم شرم ندارد، دیر یا زود از همین مردم جواب می شنود. برق را می توان برید، اما ناراضگی دلها را نمی توان خاموش کرد. یقینا تگ دم رحمان افتر است، برای همین مردم را آرام و آسوده داشتنی است. اما تا کی آخر؟ بله بیننده عزیز و گرامی، این واقعا هم درد حقیقی و واقعی ملت است که بارها و سالها و چندین برنامه ها تقدیم نمودیم، اما باز هم این عربده ادامه دارد. امیدوارم در نوشتن دردهای خود که ببینید چگونه زیبا به اصلاح نوشته و ارسال نموده است، شما هم می توانید چنین کار درد خود را، واقعیت‌های از حیات امروزه خود نویسید. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه و نوشتن نامه ها کوتاهی نکنید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.